من کمالوف دلر راننده سپرینتر هستم در خط سیر 15. تا سال 2014 به روسیه رفته کار میکردم و زندگیم را پیش میبردم. آخران مراتبه بعدی به وطن برگشتم. در یکی از معرکه ها با نمایندگان الیف بانک، در آن وقت الیف سرمایه بود، هم صحبت شدیم و من عاید به نقشه هایم نقل کردم و آنها به من خدمت رسانی автокредит را پیشنهاد کردند. پس از چند روز ماشینم را انتخاب کردم، به الیف سرمایه رفتم. متخصصان مرا قبول کردند و معلومات مفصل دادم. 12 می سال 2014 ماشین گرفتم، به من $10,000 مبلغ گذاری کردم. صاحب سپرینتر شدم، کارم را شروع کردم. مبلغ را به مهلت 3 سال به من دادند. من حرکت کرده در 1 سال بی مانع برگرداندم. هر سال یک تاگی ماشین گرفته سری وقت پرداخت میکردم. تا به امروز همگی 11 مراتبه به من مبلغ گذاری کردم. با متخصصان مثل برادران شدگی هستم. از الیف میندار هستم که همان وقت به من باور کرده دستگیری کردم. من نیز همیشه کوشش میکنم که مبلغ را سری وقت پرداخت کنم. این سبب شد که دیگر به روسیه نرفتم. زندگیم را در اینجا پیش برده ایستادم. در نزد عائله، فرزندان، دوستان، رفیقان. با سپرینترم خودم به شهروندان خدمت میرسانم و 1 تا استرکس را به اجاره دادگی هستم. به دوستانم همیشه خدمت رسانی الیف را توصیه میدهم.